نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و سروران. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال و عبادت آن ذات والا مقام هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر اینکه بار دیگر بر من و شما منت گذاشت تا در محفلی دیگر از محافل قرآنی گرد هم بیایم برای تدبر بیشتر در آیاتی دیگر از کلام الله مجید در امتداد برنامه حفظ قرآن از آغاز کلام الله مجید تا سوره مبارکه حج همراه شما عزیزان بودیم و تا آیه 31 از سوره مبارکه حج رو هم پیش رفتیم. در این برنامه بیاری الله متعال تا جایی که وقت برنامه اجازه بده انشاءالله ادامه خواهیم داد. مسیرمان رو در تلاوت آیات کلام الله مجید، تدبر در معانی آن و تلاش برای حفظ و به خاطر سپاری آیاتی دیگر از جزء 17 قرآن مجید به امید عمل فراگیرتر به هر آنچه که یاد گرفته ایم و کسب رضایت الله متعال همراه ما خواهید بود تا پایان این برنامه بعد از یک میان برنامه کوتاه. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. و اما کسی که از ایستادن در حضور پروردگارش بترسد و نفس را از هوا و هوس باز داشته باشد پس قطعاً بهشت جایگاه اوست. نور في الظلمات أنسي في خلواتي بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. با عرض سلامی دوباره خدمت شما خوبان و سروران در سوره مبارکه حج در
درس های گذشته و برنامه های گذشته و همراه شما عزیزان و سروران تا آیه 31 این سوره عظیم پیش رفتیم و دیدیم که چگونه الله متعال پس از آن که در ابتدای این سوره ما رو به یاد قیامت انداخت، بعد از آن دلایلی برای اثبات وجود خود و عظمت خود برای ما ذکر کرد و سخن از تعامل مخالفین این کلام الهی پیش آمد، کسانی که در برابر این کلام و دعوت توحیدی به جدال باطل می پردازند و عده دیگری عبادتشان و پذیرششان پذیرشی است بر اساس منافع دنیوی و منافع مالیشان و الله متعال رو بر اساس مصلحت خود عبادت میکنن. اگر به مزاج اونها سازگار آمد و منافعی به دست آوردن ادامه خواهند داد و اگر به مزاج آنها سازگار نیامد و به دست نیاوردن منافعی رو که انتظار دارن تغییر مسیر خواهند داد و این گروه منافقین هستند. و گروه سومی که الله متعال فرمود الله متعال اینها رو توفیق داده است که او رو به وحدانیت پذیرفتن و خالصانه عبادت میکنند. در امتداد الله متعال به دلایل دیگر از عظمت خود در فرمان برداری آسمان ها و زمین و هر آن چیزی که در آسمان و زمین است اشاره فرمود که همه تابع و فرمان بردار او هستند و بسیاری از انسان ها و در مقابل عده دیگری از انسان ها هستند که ره نبردن به سوی الله متعال و از راه به در رفتن. و الله متعال همه رو خلاصه کرد در دو گروه، هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دو گروهی که درباره پروردگارشان با هم به جدال پرداختند و سرانجام اونها رو برای ما توضیح داد و معرفی کرد جرم کسانی که منکر این دعوت هستند و جنایت اونها در منع انسانها از عبادت و رفتن به بیت الله الحرام. در زمان نزول این آیه و در طول تاریخ کسانی که نمیخواهند انسانها به حج بروند و دوست ندارن شکوه و عظمت مراسم حج رو ببینن و دعوت توحید ابراهیمی در مراسم حج رو، اون مدرسه و دانشگاه انسانسازی الله متعال درباره تاریخچه حج و کعبه برای ما سخن گفت، ابراهیم علیه السلام و بنای کعبه و ندای او برای حج و منافعی که در حج است و برخی از احکام حج رو الله متعال در آیات 26 به بعد برای ما بیان فرمود تا آیه 31 که صحبت از توحید و پرهیز از شرک بود. بزرگترین درس حج و دعوت حج لبیک گفتن به دعوت توحیدی و ترک شرک و الله متعال مثال زد برای کسانی که مشرکن به مانند کسی که از آسمان می افتد و در بین راه یا نصیب درندگان آسمان خواهد شد، آن لاشخورانی که در آسمان هستند، و یا اینکه باد او را به سرزمین دوری خواهد انداخت و هلاک خواهد شد و هیچ دستاویزی نخواهد داشت این انسانی که از آسمان توحید سقوط کرده است به سمت زمین شهوت ها. شیاطین در راه او رو خواهند گرفت و یا شهوت او رو به ناکجا آباد در دره های هلاکت خواهد انداخت. در ادامه الله متعال برای ما همچنان از آیات حج صحبت می‌فرماید در سوره مبارکه حج، سوره‌ای که مسماست به این نام و هر آنچه که در این سوره ذکر میشه درس‌هایی از حج است. حج مدرسه توحید است، حج مدرسه انسانسازی است. در حج ما یاد میگیریم که چگونه به آنچه که جزء شعائر الله تعالی است احترام بگذاریم و این یکی از دستاوردهای حج است که پس از کسب تقوایی که در حج ما حاصل میکنیم ایجاد خواهد شد. الله متعال در آیه 32 میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
ذلك اسم اشاره است که برای فصل و جدا کردن ما قبل و ما بعد استفاده می شود. ذلك آنچه که باید گفته می شد گفته شد و بیان شد. و من یعظم، به هر کسی که بزرگ دارد، یعظم تعظیم کند، بزرگ دارد، گرامی دارد، شعائر الله. شعائر جمع شعیره است، به معنای آنچه که مقدس است، آنچه که جز شعائر الله متعال است. بزرگ داشته شعائر الهی نشان از تقواست. فانها، هر کسی که بزرگ دارد شعائر الله متعال را، فانها، پس همانا این شعائر الله متعال و تعظیم آنها، این بزرگ داشت شعائر الله تعالی، من تقوى القلوب، از تقوای قلب او حاصل می شود و نشان از تقوای قلب دارد. احترام و بزرگ داشت شعائر الله متعال نشان از تقواست. فقط متقین هستند که برای اونها مهم شعائر الله متعال. شعائر الله متعال در معنای عامش تمام هر آن چیزی است که الله متعال در شریعت خود برای ما ذکر کرده است. تمام واجبات جز شعائر الله تعالی هستند. نماز از شعائر الله تعالی است. روزه از شعائر الله تعالی است. زکات از شعائر الله تعالی است. حج از ابتدا تا انتها همه جز شعائر الله تعالی است. هر آنچه که در حج است، مراسم حج، اماکنی که هست، خود زمان حج، ماهای حرام جز شعائر الله تعالی است. آنچه که در حج اتفاق میفته و اماکن حج، خود اماکن مکه مکرمه جز شعائر است. خط سرخ الله تعالی است. در مکه مکرمه بیت الله الحرام شعائر است، از شعائر الله تعالی، شعیره ای از شعائر است. صفا و مروه، عرفات، منا و مزدلفه، روز عرفه، روز عید، ایام تشریق، جمرات، رمی جمرات، هر آنچه که در این ایام اتفاق میافتد، احرام، عبادت هایی که انجام میشه، همینا جز شعائر الله تعالی است. در زندگی ما حجاب برای خواهران یکی از شعائر الله تعالی است. مصحف شریف، قرآن کریم از شعائر الله تعالی است و احترام به این موارد، همه اینها واجب شرعی است، بلکه میزان است برای سنجش تقوا. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. احترام به شعائر الله متعال نشان از تقوای قلب هاست. قلبی که در اون تقوا نیست، براش مهم نیست نماز، روزه، زکات، حج، قرآن، حجاب، آنچه الله تعالی حلال نموده است و آنچه الله متعال حرام نموده است، همه اینها جزء شعائر است. خط سرخ‌هایی که نباید از اون تجاوز کرد و تعدی کرد، اینها جزء شعائر الله متعال هستند. اینها رو باید احترام گذاشت. احترام به اینها نشان از تقوا است. فقط متقینن که برای اونها مکه محترم است، بیت الله الحرام محترم است، مقدس است. صفا و مروه و عرفات و آنچه که در حج اتفاق میفته، خود مراسم حج برایشون عظیم است. نماز، مسجد، آنچه که در مسجد اتفاق میافتد از عبادت هایی که انجام میشه، اعتکاف، نمازهای پنجگانه، نمازهای نافله، تلاوت قرآن کریم، همه اینها جزء شعائر الله متعال است. احترام به اینها نشان تقوا است. اینها باید احترام باشن. اینها باید مورد ارج قرار بگیرن. کسی حق نداره به اینها تمسخر بکن. کسی حق نداره بخنده به کسی که حجاب دارد. تمسخر حجاب خلاف این آیه است. کسی که مسخره میکنه کسانی رو که حجاب دارن میخنده، کسانی که پایبند به سنتی از سنت های رسول الله هستند. تمامی سنت های رسول الله از شعائر است. کسانی که سنت های رسول الله رو مسخره میکنن، واجبات رو مسخره میکنن، به بازی میگیرن، مشکل در قلب اونهاست، مشکل در تقوای اونهاست.
کسی که تقوا داشته باشه شعائر الله متعال رو گرامی می‌دارد. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. کسی که احترام میگذاره به شعائر الله متعال نشان تقوای اوست. اگر میخوای ببینی که چقدر است تقوای دلت و قلبت، انسان متقی هستی یا نه، ببین دیدت نسبت به شعائر الله تعالی چقدر است. چقدر برات مهمه حلال و حرام، چقدر برات مهمه نماز و روزه و زکات و حج، چقدر برات مهمه خواهر من حجابت، چقدر به قرآن و دستورات قرآن احترام داری، چقدر به حلال و حرام احترام میگذاری و خط سرخ‌ها رو رعایت میکنی. هرچه تقوا بیشتر بشه احترام به شعائر بیشتر میشه، هرچه تقوا کمتر بیاد گستاخی بیشتر میشه و نادیده گرفته میشه. این میزانه. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. امکان نداره تقوا در دل و در قلب باشه و شعائر الله متعال رو انسان نپذیرد. امکان نداره ادعای محبت کسی رو داشته باشی و ادعا داشته باشی که او رو دوست داری و حاضری جان خود رو فدای او کنی، اما خواسته های او برای تو مهم نباشه. آنچه که او میطلبد برای تو ناپسند باشه و آنچه او ناپسند میداند برای تو مورد پسند باشه و جزء خواسته های تو باشه. امکان نداره این ادعا با آن عمل کنار هم یک جا جمع بشن. امکان نداره. فذکرونی اذکرکم. الله متعال میفرماید من یاد کنید تا شما رو یاد بکنم. مثال الله تعالی خیلی بالاتر است از مثال دو انسانی که دل بستن به هم و هر آنچه که منتسب به آن شخص است به معشوق برای عاشق زیباست. اسمش، لباسش، قومش، طایفش، نژادش، خانه‌اش، محل زندگیش، سلیقه‌اش، خورد و خوراکش و هر آن چیزی که به اون نسبت دارد. مثال الله تعالی خیلی عظیم‌تر از آن است که بشه اون رو مقایسه کرد با رابطه دو انسان با هم. رابطه عبد با الله متعال باید اینطور باشه. آنچه که الله متعال به عنوان شعائر گفته است باید مقدس باشه. بعد اونها رو تعظیم کرد چون الله خواسته است. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق. و از جمله شعائر الله متعال قربانی است. آن حیوانات چهارپایی که از شتر و گاو و گوسفند و بز برای قربانی گفته می روند به سمت قربانگاه در حج. لکم فیها. برای شما در اینها، در فیها برمیگرده به کلمه ها به انعام که در آیات قبل ذکر شده بود، حیوانات چهارپایی که برای قربانی در مراسم حج استفاده می شوند. لکم فیها منافع. و خصوصا شترها در آنها، در این قربانی ها برای شما منفعت هایی است در دنیا و در آخرت. الی اجل مسمى. منفعت هایی است برای شما در این تا زمانی که برای شما مشخص شده است. شما استفاده میکنید از این شتری که در مسیر حرکت دادید برای قربانی. رسم بر این بوده است که وقتی برای حج می رفتن مسلمانان قربانی خود رو با خود می گرفتن. شتری داشت، قصد داشتن شتر رو قربانی بکنن. این شتر رو برمی داشتن با خود می بردن که همونجا قربانی بکنن. مشرکین در زمان رسول الله علیه السلام که دعوت ابراهیم علیه السلام رو و شرع او رو منحرف کرده بودن، حج انجام می دادن. ابو جهل و ابو لهب هم در زمان نزول این آیات حج می کردن و احترام داشتن به مکه و کعبه، اما انحراف هایی در شعار توحیدی حج لبیک اللهم لبیک و در شکل اجرایی حج به وجود آورده بودن که فرصت نیست به تفسیر اونها بپردازیم. یکی از این انحراف ها این بود که می گفتن شتری که برای قربانی حرکت کرده است به سمت مکه مکرمه، کسی حق نداره بر اون سوار بشه، کسی حق نداره از شیر او استفاده بکنه و یا احیانا اگر نیازی میشد از پشم او استفاده بکنن و یا بفروشن پشم او رو. این رو میگفتن چون برای قربانی است حق نداره کسی از او هیچ گونه استفاده بکنه. نشانه‌ای بر او میگذاشتن که هیچ استفاده از او نشه، حتی سواری. الله متعال فرمود لکم فیها منافع الی اجل مسمى. برای شما منفعتی است در آنها تا اون لحظه مشخص و
معین. ثم محلها الى البیت العتیق. سپس بعد از اینکه رسیدید محلها، محل مکان حلال شدنش، مکان حلال شدن آن حیوان، سواری شتر، اون چارپایی که با شماست، الی البیت العتیق، الی اینجا معنی عنده است، نزد بیت عتیق است، خانه با ارزش و والا مقام. ثم محلها الی البیت العتیق. بیت العتیق رو به چند معنا میشه استفاده کرد. العتیق به معنای تاریخی، یعنی خانه‌ای که از دیرباز هست. عتیق به معنای روشن و خوش آوازه و خوشنام. عتیق به معنای آزاد شده، آن محلی، خانه‌ای که هیچ ظالمی نتوانسته ادعا کنه مال من است. الی البیت العتیق مراد کعبه است. ثم محلها الی البیت العتیق، سپس محل قربانی آنها، محل حلال شدن این قربانی شما در کنار کعبه است. مراد حرم مکه است. در مراسم حج سواری رو با خود دارید، شتری که برای قربانی گرفته اید برای شما در او منفعت هاست و بعد از اون تا زمان مشخصی که برای قربانی است که روز اول عید قربان است، تا آن لحظه میتونید از اونها استفاده بکنید. سپس او رو در کنار بیت الله قربان میکنید. ولکل امت جعلنا منسکا. این گونه نیست که این حکم فقط مال شما بوده باشد ای مخاطبین قرآن و پیروان محمد مصطفی علیه السلام. ولکل امت، و برای هر امتی جعلنا قرار دادم من الله با عظمت منسکا، قربانی. منسکن به دو معنا میاد. یکی معنای قربانی اگر مصدر میمی فرض کنیم این تعبیر رو، و دیگری منسکن اگر اسم ظرف حساب بکنیم محل قربانی، قربانگاه. ولکل امت، برای هر امتی جعلنا من الله با عظمت قرار دادم منسکن، قربانی، محلی با عنوان قربانگاه که قربانی بکنن. قربانی سنت تمام انبیای الهی است. برای چه این کار را انجام میدادن؟ لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا گرفته شود، تا یاد کنند، ذکر کنند اسم الله رو، به نام الله آنها را قربانی کنند. لیذکروا اسم الله، تا ذکر گردند، ذکر کنند نام الله رو بر علی ما آنچه که رزقهم روزی آنها گردانده است الله متعال، من بهیمة الانعام، از چارپایان اهلی. بهیمه یعنی اهلی، انعام چارپایان. من بهیمة الانعام، از چارپایان اهلی. برای هر امتی الله متعال میفرماید من قربانی قرار دادم. قربانی سنتی است دیرینه که ما میدانیم. حکایت قربانی معروف است در تاریخ دعوت ابراهیمی علیه السلام که بعد از او موسی و عیسی و محمد صلی الله علیهم اجمعین آمدن و این مسیر رو ادامه دادن. اسماعیل ذبیح الله، قرار بود اسماعیل قربانی بشه در قربانگاه. به جای اسماعیل الله متعال وقتی آزمایش به بهترین وجه به پایان رسید، الله متعال بر ابراهیم علیه السلام بر او فرمود، وحی فرستاد، یا ابراهیم قد صدقت رؤیا، آن خوابی که دیده بودی که اسماعیل رو ذبح میکنی و وحی الهی به تو بود، آن خواب رو، آن وحی رو انجام دادی. وقتی که اسماعیل آماده است، دراز کشیده و کارد به دست پدر برای قربان کردن فرزند پسر، آن پسر نازنینی که در برابر خواسته الله متعال حاضر شد جان خود رو قربان کنه، کارد رو به گلو میکشه پدر تا فرزند نازنین رو در راه الله متعال قربان کنه، اما این کارد نمیبرد. این که حاضر شد ابراهیم علیه السلام تا فدا کنه عزیزترین فرد زندگی خود اسماعیل رو برای الله متعال، جگر گوشه خود رو که بعد از عمری طولانی، بعد از 90 سال
الله متعال به او هدیه داده بود، همین عمل کردن، همین حاضر شدن برای قربانی و چاقو رو گرفتن و به گردن کشیدن تا همین اندازه کافی است. الله متعال برای ابراهیم علیه السلام به جای اسماعیلی که قرار بود قربان شود قوچی از آسمان فرستاد تا به جای اسماعیل قربانی شود و این مسیر ادامه پیدا کرد و تا قیامت ادامه خواهد داشت. ولکل امت جعلنا منسکا لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا فقط نام الله بر قربانی گرفته شود. فقط خون یک حیوان زنده فقط باید در راه الله ریخته شود، چه انسان و یا حیوان. خون انسان برای قصاص، برای جهاد فقط ریخته می شود در راه الله و خون حیوان فقط نذر الله تعالی است. حیوان حلال گوشتی که نذر میشه فقط برای الله تعالی و نام الله تعالی فقط باید بر او گرفته شود، به نام الله، بسم الله، و فقط به خاطر الله، نه به خاطر اینکه امشب عروسی آقا داماد و عروس خانم قصد دارن برن داخل خانه جدیدشون، پیش پای عروس خانم میان و قربانی بکنن، خون میریزن، نه به خاطر اینکه حاجی که از حج برگشته تا موحد برگرده، رفته تا توحید یاد بگیره، رفته تا یاد بگیره که قربانی فقط به خاطر الله تعالی است، لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا یاد بگیره که فقط به خاطر الله باید خون ریخته شود. حاجی از حج برگشته، در پیش پای حاجی شطور قربانی میکنن، خون میریزن، یا ماشینی خریده، وسیله‌ای خریده، میان پیش پاش، پیش جلوی این ماشین خون میریزن و پلاستیکاش هم میمانن حالا تا تبرک بکنن. همه اینها مصادیق شرک است، چرا که نام غیر الله تعالی گرفته شده بر این حیوان. به خاطر الله قربان نشده، به خاطر عروس و داماد، به خاطر حاجی، به خاطر فلان وزیر، به خاطر فلان کبیر و سفیر، به خاطر فلان حضرت بزرگوار این قربانی کشته شده و خونش ریخته شده. اگر قربانی به خاطر پذیرایی از میهمانان است، چرا جلوی پای حاجی؟ چرا جلوی پای فلانی؟ چرا وقتی بزرگی در شهری وارد میشه گاو و گوسفندی جلوش خون میریزن، منتظرن گوسفند، دیدید حتما این تصاویر رو خیلی جاها، منتظرن بعد پوزش تا فلانی از سفر برسه، تا برسه جناب وزیر جلوی پاش خون بریزن. شرک است این کار. نام غیر الله متعال رو بر قربانی گرفتن او رو حرام میکنه و این فعل شرک است و نجس میشه این حیوان، دیگه خوردنش هم جایز نیست. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، گوشت خوک، خود مرده و خون برای شما حرام شده و هر آن چیزی که نام غیر الله بر او گرفته شود. آن حیوانی که نام غیر الله بر او گرفته میشه به خاطر وزیر، به خاطر حاجی، به خاطر عروس و یا هر اسم دیگری غیر الله تعالی کشته میشود، حرام میشه. ولکل امت جعلنا منسکا، قربانی سنت دیرینه تمام امت هاست. چرا؟ لیذکروا اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا یاد بگیرن که فقط قربانی به خاطر الله متعال تقربا الی الله انجام می شود. حال که این گونه است، فالهکم اله واحد فله اسلموا وبشر المخبتین. فالهکم، پس خوب بدانید که اله شما، آن ذاتی که شایسته عبادت است، تنها ذاتی که شایسته عبادت است، آن خدای شما اله واحد، یک ذات است که فقط باید به خاطر او عبادت کرد و تمام عبادات جانی، زبانی و مالی رو باید به او اختصاص داد. اله واحد، یک ذات است فقط. ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو رو عبادت میکنیم و از تو استعانت میجوییم. فله اسلموا، پس فقط برای الله متعال تسلیم گردید.
تسلیم بشید برای الله متعال. یاد بگیرید از ابراهیم علیه السلام اذ قال له ربه اسلم، آن لحظه‌ای که الله متعال به ایشان فرمود تسلیم شو، قال اسلمت لرب العالمین، گفت تسلیم شدم برای الله متعال. حج مدرسه توحیده و ما توحید یاد میده تا یاد بگیریم از ابراهیم علیه السلام معنای توحید رو، تا یاد بگیریم از ابراهیم علیه السلام که تمام عبادات ما فقط به خاطر الله باشد، تا یاد بگیریم که توحید یعنی چگونه تسلیم فرمان الله متعال باشیم. فالهکم اله واحد، یک ذات است که شایسته حاجت خواستن است فقط. فله اسلموا، پس به او تسلیم شوید، نذر میکنید به خاطر او باشه، ولو لیوانی آب، ولو یک خرما، ولو یک لیوان شیر. شل زرد درست میکنید، آش شل قلمکار درست میکنید، میرید خورشت فسنجون درست میکنید، قرمه سبزی میدید، نذر فلانی، گوسفند میکشید، شتر میکشید، اسم دیگری رو میارید روش. نعمت از الله متعال. مخالفت داره اینها همه. هر کسی که میگه نذر فلانی است، عبادت‌های مالی فقط به خاطر الله تعالی است. نذر فقط باید به خاطر الله متعال باشه. نذر هر چیزی فقط به خاطر الله متعال. نگو بنوش به یاد تشنه امام حسین، به یاد لب تشنه امام حسین. نه، بنوش به یاد الله، بنوش به نام الله. فله اسلموا و بشر المخبتین. و بشر المخبتین، بشارت بده کسانی رو که متواضعن. مخبتین و بشر المخبتین، مخبت کسی که افتاده است به خاطر الله متعال، در مسیر الله متعال، متواضعی که فرمان بردار است. از نشانه های اخلاص و توحید برای الله متعال تواضع است. انسان موحد باید متواضع باشه، باید توحید انسان رو به این درجه برسانه که در برابر الله متعال تسلیم بشه و در برابر غیر الله متعال از بندگانش متواضع باشد. و بشر المخبتین، بشارت بده کسانی رو که متواضع هستن. مخبتین چه کسانی هستن؟ بیشتر برامون میگه الله متعال از کسانی که بشارت داده شده به اونها. و بشر، بشارت بده برای کسانی که مخبتن، افتادن، افتادگی در مسیر زندگی آموختن، تواضع دارن، در راه الله متعال اینها متواضعند و خالصانه در راه او قرار گرفتن. بشارت بشارت برای مخبتین. بشارت وقتی از طرف الله تعالی است. بشارت حتما کسی که بشارت میده الله تعالی است، مژده میده، پاداش عظیمی منتظر این عده است. چه صفاتی دارن اینها؟ کی هستن؟ و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مخبت کسی است، متواضع برای الله تعالی کسی است، کسانی هستند الذین، کسانی که اذا ذکر الله، وقتی یاد میشه نام الله، اذا ذکر، وقتی ذکر میشه الله، نام الله متعال، وجلت قلوبهم، قلبهای اینها می لرزه، وجلت می لرزد، می هراسد، تکان می خوره قلبشون، قلب اینها تکان می خورد. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی بیاد الله متعال می افتن قلب اینها می لرزد. این قلب محل حب الله تعالی است. در سوره انفال آیه دوم الله متعال می فرماید انما المؤمنون، مؤمنان کسانی هستند اذا ذکر الله، انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله، کسانی هستند که وقتی نام الله متعال ذکر میشه وجلت قلوبهم، این این تعبیر، قلبهای اینها می لرزد. و اذا تلیت علیهم آیاته، و وقتی آیات قرآن بر آنها خوانده می شود
زادتهم ایمانا، ایمانشون افزایش می‌یابد. از نشانه های حب واقعی اینه که وقتی کسی رو دوست داری میخوای واقعا بفهمی که دوستش داری یا نه. اگر اسمش رو پیشت گرفتن، احساس کردی قلبت یک احساس جدیدی رو تجربه کرد، یک تکانی خورد. در یک محفلی اسمش رو تا میگیرن این سری متوجه میشه، یک نگاه میاندازه به اون کسی که داره از این صحبت میکنه. این قلب تا اسمش رو میگیرن تکان میخوره. این نشان از حب است، نشان از محبت است. رابطه انسان مؤمن با الله تعالی باید این گونه بشه. وقتی نام الله گرفته میشه قلب انسان باید بلرزه، قلب انسان باید تکان بخوره، باید احساس شور و شعف کنه از یک طرف و احساس ترس و لرز در طرف دیگر، چون الله متعال است که مالک امور عالم است. عزت و ذلت به دست اوست. رحیم است و رحمان و جبار است و متکبر. هر دو وجه رو باید در نظر داشته باشه. الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، این دوستان الله متعال هستن. اینها رابطه خاصی دارن با الله. قلب اینها با الله متعال پیوسته در ارتباط است و چون همیشه بیاد الله متعال هستن و الصابرین علی ما اصابهم، اینها صبر میکنن بر هر آنچه که به آنها میرسد. کسی که رابطه داره با الله متعال، کسی که قلبش بیاد الله متعال است، خود رو سپرده به الله متعال، شعارش اینه لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل لن یصیبنا الا ما كتب الله لنا، بگو که هرگز به ما نمیرسد مگر آنچه که الله برای ما رقم زده باشد. هو مولانا، او آقای ماست، سرور و مولای ماست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، و مؤمنان بر الله توکل میکنند. اینها کسانی هستند که خود را سپردن بر الله متعال. اینها کسانی هستند که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی نام الله رو میشنوند قلب اونها به تپش در میاد، دنیایی از احساس زیبا به سراغشون میاد، لذتی رو تجربه میکنن که جز کسانی که مثل او محبت الله رو دارن کس دیگری این لذت رو تجربه نکرده است. طبیعیه که اینها صابرن و صابرین علی ما اصابهم. اینها در زندگی هر آنچه که از جانب دوست به انسان برسد نکوست، چون دوست است. اینها با رحمان و رحیم رابطه دارند، با مالک الملک ذوالجلال والاکرام. اینا هر آنچه که از الله متعال برای اونها برسه برایشون زیباست، چه در قعر چاهی باشه به مانند یوسف علیه السلام و یا بر تخت شاهی همین یوسف علیه السلام، و یا در گوشه زندانی همین یوسف علیه السلام، برای او فرقی نمیکنه چون بهشتش در قلبشه. و صابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة، اینها چی میشه که انقدر صابرند؟ این صبر رو، نیروی صبر رو از کجا میگیرن؟ از ارتباط پیوسته‌ای که با الله متعال دارن. والمقیمی الصلاة، اینها پیوسته نماز بر پا میدارن. والمقیمی الصلاة، مقیمین بوده که اضافه شده به کلمه صلات، نونش افتاد. والمقیمی الصلاة، اینها برپا دارندگان نمازند، نمازشون رو میخونند. آیا امکان داره که کسی رو دوست داشته باشی تا سرحد مرگ، بعد قرار بگذاره با تو فلانی فلان ساعت فلان جا منتظرتم،
بعد نری سر قرارت، بعد حاضر نشی تا زندگی خودت رو بر اساس این قرار ملاقات بچینی. آیا میشه؟ اگه قرار بگذاری و نری، هیچ توجیه و دلیلی هم نداری، نرفت، حوصله نداشتم، خواب موندم، والا مشغول بودم، فوتبال میدیدم، سریال میدیدم، مهمون داشتیم، تفریح رفته بودم جایی، حوصله نداشتم. قابل قبول این عذرها برای کسی که شیفته یک انسانی است مثل خودش در دنیا، قرار ملاقات باش بگذاره و نره، بعد ادعای محبت هم داشته باشه، زنگ بزنه تلفنشو جواب نده، پیام بفرسته پیام بشو نخونه اصلا، یا بخونه و هیچی نگم، کار نداره. الله متعال برای کسانی که او رو دوست دارن 5 بار در شبانه روز قرار ملاقات گذاشته، ساعتهاش رو هم مشخص کرد، مکانش رو هم مشخص کرده. مسجد نمود، داخل خانه خودت، شکل ملاقات هم مشخصه، میایی به این شکل وضو میگیری، جانمازت رو به سمت قبله میاندازی، لباس مرتب میپوشی، وقتی دیدن الله تعالی میری و شروع میکنی به نجوا کردن. وقتی صحبت میکنی حواست هست که چی میگی، وقتی صحبت میکنی حواست هست به کلمات، حواست هست وقتی صحبت میکنی با الله متعال، در ایستادنت، در رکوع کردنت، در سجده کردنت پیش الله متعال رفتی، اون جایی پیششی، نه اینکه در میان جمع و دلت جای دیگر است. این گونه نباید باشه، با تمام وجود میری ملاقاتش. خوشا به حال کسانی که بین خود و الله متعال اسراری دارند که فقط خودشون خبر دارند و ربشون نجواهایی دارند که اگر انسانهای دیگر خبر بشن از لذت این نجوا، با اونها جنگها خواهند کرد تا این احساس رو از اونها بگیرن، خودشون تجربه کنن، اما نمیبینن اون رو، نمیبینن این احساس رو و خبر ندارند از این لذت. الذین و بشر المخبتین، بشارت بده به مخبتین، متواضعین، افتادگان در مسیر الله. الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، اینها وقتی نام الله رو میشنون دلشون به تکان میفته. و الصابرین علی ما اصابهم، هر آنچه که از طرف الله متعال در زندگی برای اونها میرسه و هر چه که میرسه از طرف الله تعالی است، چه شادی چه غم و مصیبت، صبر میکنند. و المقیمی الصلاة، نماز میخونن، برپا میدارن نماز رو آنگونه‌ای که حقش هست. 4 و مما رزقناهم ینفقون، اگر قرار باشه در آنچه که روزیشان شده است، و مما و از آنچه که رزقناهم، آنچه که من الله با عظمت روزی آنها گرداندم، ینفقون، انفاق میکنند، میبخشند. الله متعال اینها رو آزمایش میکنه. وقتی به اونها مال میده، مال، ثروت در دنیا عزیز است، از اونها میخواد تویی که به تو مال دادم، بر تو زکات واجب شده طبق شروطش، 1/40 رو باید بدین. برای که سائل و محروم، و فی اموالکم حق للسائل والمحروم، اینها یک حق معلومی است برای انسانهایی که نیازمندن، اینها میبخشن از هر آنچه که الله متعال به اونها داده. اگر مستحق زکاتن زکات میدن، اگر ندارن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف، هر کسی به اندازه خودش. کسی که دستش بازه بیشتر میده، کسی که دستش بسته است کمتر بذل و بخشش میکنه. برای اینکه یک خرما داره نصفش میکنه، نصفش رو میبخشه. هدف جلب رضایت الله متعال است. شکل عمل مهم نیست، مقدار و اندازه مهم نیست که چقدر شما در راه الله متعال صرف میکنی و خرج میکنی.
شاید یک نفر 1 ریال صدقه میده در راه الله متعال، نزد الله متعال بسیار ارزشمندتر است از کسی که 1 میلیون خرج میکنه، چون این 1 ریال تمام سرمایه این انسان بود و به خاطر الله متعال این رو بخشش کرد و آن 1 میلیون چه بسا که ذره ای از مال آن ثروتمند هم نبود و او رو هم به خاطر این که توجه مردم رو جلب کنه که فلانی حاجی فلانی خان 1 میلیون داد، دمش گرم، چه نشسته جلوی جمع، من 1 میلیون میدم، فلانی 500 تا داد، این یکی میگذاره وسط، اون 500,000 داد بعد روشو کم کنه، 1 میلیون میگذاره وسط، از بین میبره عبادت خودش رو. رئاء الناس، به خاطر ریاکاری است. عبادت رو در عبادت ها نمیشه با الله تعالی کسی رو شریک کرد. شاید در ظاهر ما بتونیم پیش مردم برای خودمون وجهه‌ای کسب بکنیم، با نماز خواندن های ظاهری، با صدقات ظاهری، با التزام ظاهری، اما نزد الله متعال هیچ کدوم از اینها ارزش نخواهد داشت. نماز بدون اخلاص و خشوع ورزشی بیش نیست. روزه بدون اخلاص و خشوع و در نظر داشت الله متعال یک رژیم غذایی است. زکات در راه الله متعال اگر با اخلاص نباشد صرف کردن بیهوده مال است. و حج اگر به خاطر الله متعال نبود و به خاطر اسم و رسم حاجی بعد از حج بود، خستگی بی مورد، یک سفر طاقت فرساست. فقط فله اسلموا و بشر المخبتین الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و صابرین علی ما اصابهم و المقیمی الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. 4 صفت. شاید هر کسی هر 4 تا رو نیاز نباشه انجام بده، چون انفاق و زکات مال همه نیست، اما اون 3 تای اول مال همه است: یاد الله متعال و صبر و نماز. و مما رزقناهم ینفقون، و انفاق میکنن از آنچه که دارن. انفاق اینها مهم نیست که چه باشد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن، شتر قربانی. جعلناها لكم، قرار دادم من الله با عظمت اون شتر قربانی رو لکم برای شما من شعائر الله، یکی از نشانه های از شعائر الله متعال. قربانی یکی از شعائر الله تعالی است. لکم فیها خیر، برای شما در او خیر است. خیر در دنیا است و خیر در آخرت. خیر دنیا اینه که انسان با قربانی کردن هم برای خودش هم برای اطرافیانش یک لذتی میبره در خوردن گوشت این حیوان، و در آخرت هم برای انسان بی حد و حساب خیر دارد. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خیر فاذكروا اسم الله عليها صواف. پس نام الله متعال رو بگیرید بر آن، یعنی شترها، بر قربانیتان. اینجا خاص شتر هاست. صواف وقتی که صاف ایستادن، صواف جمع صافه است، یعنی ایستاده. صواف ایستاده. شتر رو وقتی که ذبحش میکنن یا تعبیر دقیق‌تر نحرش میکنن، شتر ایستاده است. شتر رو نمیشه زمین انداخت به مانند گوسفند و یا به مانند بزی و گردنش رو برید، به خاطر اینکه هم پای بلندی داره و هم قدرتش زیاده و خیلی خطرناک است این کار. به همین خاطر سنت بر این است که و بهترین راه برای شتر قربانی کردنش اینه که ایستاده باشه. فذکروا اسم الله علیها صواف. شتر ایستاده است، یک دستش رو میبندن به جایی، با 3 دست پای، 2 پا و 1 دست دیگه محکم ایستاده
اون یکی هم که هست اونو بستن فقط به جایی که زیاد تکون نخوره و زیر گردنش نزدیک به سینه یک حالا کارد تیزی بزرگی و یا با قمه‌ای با شیئی که بالاخره برنده هست میزنن به گردنش و شارگش رو میزنن. خون میریزه و میریزه و میریزه و دیگه طاقت ایستادن نداره و میفته. بعد از اون دیگه تکمیل میکنن حکایت قربانی رو. این شکل بهترین شکل قربانی کردن شتر هست. فاذا وجبت، وقتی که این کار رو کردید، ایستاده او رو قربانی کردید. فاذا وجبت، وقتی که وجبت یعنی سقطت. اینجا وجبت از وجوب نیست به معنی واجب بودن. وجبت یعنی سقطت، وقتی سقوط کرد. جنوبها، پهلوهای او. وقتی به پهلو افتاد، فکلوا منها، اون موقع بخورید ازش. و اطعموا القانع والمعتر، از شتر بخورید، از گوشتش خودتونم بخورید صاحب قربانی. و اطعموا، و بخورانید، بدهید، به القانع والمعتر، به کسی که قانع است. قانع به فقیر میگویند. فقیری است که به آنچه دارد قانع است و قناعت پیشه کرده، دست دراز نمیکنه پیش کسی. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. در سوره مبارکه بقره آیه 273 الله متعال میفهمد برای فقرایی که مخصوصا فقیرانی که در راه الله متعال خود رو وقف کردن، طلاب مدارس دینی، مجاهدین فی سبیل الله، کسانی که کار دعوت رو انجام میدن، دعوت در راه دین، کسانی که در راه الله متعال خود رو وقف کردن، 24 ساعته و منبع درآمد دیگری ندارن. الذین احصروا فی سبیل الله، در راه الله متعال اینها محاصره شدن، یعنی خود رو چنان وقف کردن که از 4 طرف کارشون همینه فقط. لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرصت تجارت روی زمین ندارن و سفر. یحسبهم الجاهل اغنیا، انسان ناآگاه از حال اینها فکر میکنه این ثروتمنده. لا تعرفهم بسیماهم، از شمایل اونها رو میشناسی. لا یسألون الناس الحافا، هیچ وقت با اصرار از کسی چیزی نمیگیرن، دست دراز نمیکنن پیش کسی. هر کسی که ظاهر آرایسته‌ای داره بین معنی نیست که ثروتمند، و یا عکسش هر کسی که ظاهر شکسته‌ای داره و لباس ساده‌ای داره بین معنی نیست که فقیر. و اطعم القانع، انسانی که قانع است رو بهش برسید. فقیری که فقیر است اما نشان نمیده که فقیر است، بهش رسیدگی کنید. از این گوشت قربانی هم براش ببرید. وقتی از گوشت قربانی براش رسیدگی میشه، به طریق اولا در وقتهای دیگر زندگی هم باید به فکرش بود. و اطعم القانع والمعتر، معتر به فقیری گفته میشه که اصرار داره برای گرفتن، میگیره، دست دراز میکنه، ظاهر میکنه فقرش رو. فرق قانع و معتر در اینه. قانع قناعت داره با آنچه که داره و با اصرار چیزی طلب نمیکنه و نشان نمیده فقرش رو. به تعبیر خودمون ساده تر، صورتش رو با سیلی سرخ نگه میداره. و معتر کسی است که واضح و آشکار است فقرش. کذالک سخرناها لکم، این گونه من الله با عظمت برای شما مسخر کردم این حیوانات رو. لعلکم تشکرون، تا باشد که شما شکرگزار باشید برای نعمت‌هایی که الله متعال به شما داده است. از جمله شکرگزاری اهل نعمت شکرانه بازوی توانا، بگرفتن دست ناتوان است. کسی که مالی داره، شکرانه نعمت او این است که از مالش به دیگران ببخشد. و احسن کما احسن الله الیک، احسان کن آنگونه که الله تعالی به تو احسان کرده است. شکر هر نعمتی مثل خود اوست.
کسی که مال داره شکر نعمتش انفاق است. کسی که علم داره شکر نعمتش تعلیم است، به دیگران بیاموزه. کسی که قدرت داره شکر نعمتش استفاده از قدرت در اجرای عدالت و کمک به مظلوم و مستضعف است. کسی که آبرو و وجاهتی داره شکرانه نعمتش استفاده از این آبرو و وجاهت در حل مشکلات دور و بری‌ها و اطرافیان است. هر کسی به اندازه خودش. هر نعمتی شکری داره مثل خودش. هر نعمتی شکری داره و بهتر اینه که شکر هر نعمتی از جنس خود اون نعمت باشه. شما نگو که من پول ندارم، فقط پول نیست. شما هنری داری، به کسی یاد بده. علمی داری، به کسی یاد بده. دین بلدی، به کسی یاد بده. زور داری، در راه کمک به جامعه استفاده بکن، برداشتن مشکلات مردم. آبرو داری، از آبروی خودت مایه بگذار برای جاهایی که اهل خیرن، برای کسی که میخواد پا پیش بگذاره برای ازدواجی. مشکلی داره، جایی میتونی سفارشش رو بکنی، حل بکنن بدون اینکه حق کسی دیگر رو ضایع بکنه. سخرناها لكم لعلكم تشکرون. شکر نعمت. الله متعال نیازی نداره به اینا، خودت نیاز داری. فکر نکن که تو با این صدقاتت، با این قربانی های خودت منتی میگذاری بر الله متعال. نه. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. هرگز نمیرسد به الله متعال لحومها. لن ینال، هرگز نمیرسد. ناله یعنی رسیدن، ینالو میرسد، لن ینالو نمیرسد. هرگز نمیرسد. لن ینال الله، به الله متعال، لحومها، گوشت این قربانی که شما میدید، ولا دماؤها، و نه خونش. گوشتش که به اللهتان نمیرسه. اللهتان نیازی به گوشتش نداره، نیازی به خونش هم نداره که شما میرسه. ولکن اما یناله التقوی منکم، اون تقوای شماست که به الله متعال میرسد. الله متعال نیازی نداره به گوشتش، به پوستش، به خونی که میرزید. اون تقوایی است که برای شما پیش الله متعال میرسد. به خاطر الله متعال خالصانه شما قربانی انجام دادی، نام الله رو بر او گرفتی و هدفت این است که به فقرا و مساکین رسیدگی بکنی. اون نیت تو بر الله تعالی ارزش داره. الیه یصعد الکلم الطیب، کلام زیبا به سمت الله متعال بالا میره. و العمل الصالح یرفعه، عمل نیکو الله متعال بالا میبره. تقوا از قلب تو شروع میشه، میره و سقف آسمان رو میشکافه و میره به عرش الله متعال و فراتر از عرش به الله متعال میرسه. الیه یصعد، به سوی او بالا میرن. تقوا، عبادت ها، عمل صالح، آنچه خالص است برای الله تعالی. الله متعال هیچ نیازی نداره به اینکه تو بخوای پولی خرج بکنی، فکر کنی الله تعالی نیازمند است به پول تو، به مال تو. خودت نیاز داری. تو بیشتر از فقیر نیاز داری و آنچه که به فقیر پرداخت میکنی و هر آنچه که تو خرج میکنی، و ما تنفقوا من شیء یوفى الیکم و انتم لا تظلمون، هر آنچه که در راه الله متعال خرج میکنی تمام و کمال به تو پس داده میشه و ظلمی به تو نمیشه، بلکه 700 برابر و بلکه بیشتر از اون به تو پس داده میشه. پس انداز میکنی پیش الله متعال. تقوا، بارها این کلمه تقوا در این سوره ذکر شد. حج مدرسه تقواست. تقوا اون هدفی است که الله متعال آسمان و زمین رو به خاطر تقوا خلق کرده. تقوا خلاصش اینه: اطاعت از آنچه که الله متعال دستور داده است و پرهیز از هر آنچه که الله متعال من و شما رو منع کرده از اون تقواست. اینه که برای الله متعال ارزش دارد. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما، با کرامت ترین شما نزد الله تعالی با تقوا ترین شماست. نه ثروتمند ترین شما، نه خوشگل ترین شما، نه زرنگ ترین شما، نه عالم ترین شما، نه هر آن چه که فکر میکنی بگذار جلوش به جز تقوا. هیچ مهم نیست که کی هستی و چی کاره هستی و چقدر پول داری و چقدر ثروت داری و چقدر علم داری و چقدر مکانت داری و چه خانواده‌ای پشت سرت هست، از چه قومی هستی، رنگ پوستت سیاهه،
سفید سرخ، قدت بلنده، کوچیک، لاغری یا چاقی، هیچ کدومش ارزش نداره نزد الله تعالی مگر آنچه در قلب توست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم لا ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوی منکم. نه گوشت قربانی و نه خون او به الله متعال نمیرسد، اما تقوایی که در قلب توست به الله متعال میرسد. ولکن یناله التقوی منکم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. این گونه الله متعال مسخر کرده است برای شما این حیوانات رو تا باشد که بزرگ دارید. لتکبروا الله متعال رو بر خاطر آنچه که شما رو هدایت کرد، به خاطر هدایتی که نصیب شما گردانده است. و بشر المحسنین، بشارت بده کسانی که محسنن، اهل احسانن به خودشون. تقوا احسان به خود ماست. احسان یعنی درجه است احسان که انسان وقتی عبادت میکنه، رسول الله علیه السلام فرمود گویی که الله متعال رو میبینه. گونه ای عبادت بکن که گویی الله متعال رو میبینی. فإن لم تکن تراه فإنه یراک. اگر تو نمیبینی، اون که حتما تو رو داره میبینه. اینو بهش میگن احسان. درجه ای از ایمان و تقواست که انسان در عبادت ها، در زندگی همیشه احساس میکنه الله رو داره میبینه و حداقلش اینه که انه یراک. الم یعلم بان الله یرا. آیا نمیداند که الله متعال دارد او را میبیند. و بشر المحسنین. دو بشارت تا اینجا. و بشر المخبتین و بشر المحسنین. بشارت به مخبتین، متواضعین، افتادگان، کسانی که نام الله متعال گرفته میشد، دل اونها میلرزید و صبر میکردن و نماز میخواندن و از هر آنچه که الله متعال نصیب آنها کرده انفاق میکنن. اینها همون محسنینن، کسانی که گویی الله متعال رو میبینند، این گونه عبادت میکنند او رو. بشارت باد برای محسنین. تلاوت این آیات رو میشنیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود با ادامه آیات. همراه ما باشید. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا. با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان، تلاوت این آیات رو با صدای زیبای برادر عزیزمون قاری احمد النفیس شنیدیم. نفیس نوشته میشه، نفیس خونده میشه. تلاوت نفیسی است از شیخ احمد النفیس. حالا میخواید بخونید یا احمد النفیس، عزیزانی که دوست دارن تلاوت هایشون رو دنبال بکنن با این عنوان میتونید که بگردید در اینترنت و دنبال تلاوت هایشون. الله متعال در سوره مبارکه حج از جدال بین حق و باطل سخن گفت و اینکه باطل پیوسته صد عن سبیل الله می کند و نمیگذاره تا بندگان به راحتی به عبادت الله متعال بپردازند. در زمان رسول الله علیه السلام مکه به دست مشرکین و کفار بود و اجازه نمیدادند تا مسلمانان به حج بروند و الله متعال این گونه آیات حج رو برای تشویق مؤمنان نازل می‌فرمود و اونها نمی‌توانستند به حج برند. نیروی نیاز بود، قوتی و قدرتی تا برند و مشرکین رو از مکه بیرون بکنن که بتوانند به راحتی حج بکنن و عبادت بکنن. برای عبادت ما نیاز به قدرت داریم. اسلام برای اینکه بتونه عبادت‌های خود رو به راحتی انجام بده، مسلمین نیازمند نیرو هستند و قوت. و الله متعال پیوسته در آیات قرآن کریم ما رو تشویق میکنه، ترغیب میکنه، بلکه امر میکنه به اینکه قوی باشیم و همان گونه‌ای که دوست ندارد ظالم باشیم نمیپذیرد الله متعال که مظلوم باشیم و هیچ کاری برای دفاع از خود انجام ندیم. حج مدرسه است برای تمرین آماده بودن، از خانه و خانواده دل کندن، کفن پوشیدن، آماده شدن در راه الله تعالی و توحید. یک اردوگاه تمرینیه برای اینکه انسان آسایش و آرامش و راحتیش رو کنار بگذاره، آماده باشه. یک دست، یک شعار، یک مسیر، یک هدف، یک روز، یک جا، همه باید یک لشکر آماده به خدمت. همه یک لباس پوشیدن، سفید، کفن، فرقی نمیکنه پادشاهشون یا رفتگر خیابانشون، همه اینجا پیش الله تعالی یکسانند. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این سربازها باید آماده باشن همیشه برای دفاع از خود. حج به ما مقدمه است برای تمرین جهاد. در آیات مختلفی از قرآن کریم وقتی نگاه میکنیم، چه اینجا در سوره مبارکه حج که درباره حج صحبت میشه و یا در سوره مبارکه بقره از آیات 196 به بعد که درباره حج صحبت میشه، میبینیم بعد از اون باز مرحله بعدی آیات جهاد است. الله متعال در ادامه میفرماید که در آیه 38 ان الله یدافع عن الذین آمنوا. بعد از اینکه آیات حج رو الله متعال بیان فرمود و احکام حج و دروسی که در حج هست، فرمود ان الله یدافع عن الذین آمنوا. الله دفاع می کند. یدافع دفاع می کند. یدفع یعنی دفع کردن و دفاع کردن. یدافع مبالغه در دفع است، یعنی خیلی. به این معناست که این حکایت ادامه داره. از یک طرف یدافع عن الذین آمنوا، الله متعال دفاع میکنه پیوسته از کسانی که ایمان آوردن. یدافع یعنی که از باب مفاعله است، اشتراک دو گروه. وقتی دفاع است به این معناست که حمله هم هست، وقتی حمله هست دفاع است، یعنی جنگ است، معرکه و درگیری است.
در همین سوره خواندیم هذان خصمان اختصموا فی ربهم، دو گروه پیروان توحید، بندگان الله متعال و مخالفانشان پیوسته در خصامند، در جنگند، در جدالند. این جدال یا زبانی است، یا اقتصادی است، یا سیاسی است، یا احیانا نظامی است. به این جنگ پیوسته ادامه دارد. ان الله یدافع، اینجاست که الله متعال میفهمد الله متعال دفاع میکنه در این جنگی که جنگی است، یک طرفش حق است، طرف دیگر باطل. الله متعال مدافع است، مدافع حق است. یدافع عن الذین آمنوا، مدافع کسانی است که ایمان آوردند. در این جدال الله متعال طرف مؤمنین است. چرا طرف مؤمنین رو گرفته؟ چون که الله متعال ان الله لا يحب كل خوان كفور، ان الله يدافع عن الذين آمنوا، الله متعال از مؤمنین دفاع می کند در برابر کفار. چرا که ان الله لا يحب كل خوان كفور، همون الله متعال دوست ندارد هر خیانتکار کفر پیشه. خوان یعنی خائن و نه خائن، خوان کسی که خیلی خیانت میکنه. کفور یعنی کافر، کسی که خیلی کفر میکنه. الله متعال میفرماید خائنینی که کافرن. وقتی صحبت از خیانت میشه یعنی امانتی بوده است که اینها در این امانت خیانت کردن. چه امانتی رو اینها خیانت کردن؟ ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، در سوره احزاب پایان سوره الله متعال میفرماید من الله با عظمت امانتی رو عرضه کردم. این امانت شریعت الله تعالی است، دستورات الله تعالی است، اطاعت از الله تعالی است. این رو عرضه کردم بر آسمان ها و بر زمین و بر کوها. فابین ان یحملنها، پس سر باز زدن از این که بپذیرن. پیشنهاد دادشون، ترسیدن. و اشفقن منها، ترسیدن از این بار امانت و مسئولیت عظیم. و حملها الانسان، انسان این امانت رو پذیرفت. کی؟ آن لحظه ای که الله متعال در سوره اعراف میفرماید و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، آن لحظه ای که الله متعال در عالم ارواح قبل از این عالم از تمام فرزندان آدم، از ذریه آدم عهد گرفت. در عالم ارواح تمام ارواح رو جمع کرد و از اونها عهد گرفت و پرسید الستو بربکم، آیا من پروردگار شما، خالق و مالک و مدیر و مدبر امور شما نیستم؟ گفتن بله. قالوا بله شهدنا، شهادت میدهیم که این گونه است. الله متعال آن امانت رو برای انسانها داد و این مشرکین غیر موحدین در این امانت خیانت کردن. باید تابع الله متعال می بودن، مسیرش رو پیش می رفتن اما نرفتن، خوان شدن. نه با یک بار خیانت کردن، بارها و بارها خیانت کردن. تابع شیطان شدن، تابع هوای نفس شدن و کافر شدن. نه تنها یک بار، بارها و بارها کفور شدن. ان الله لا يحب كل خوان کفور، این خائنین کافر رو، این خوان کفور رو، اینها در برابر مؤمنین ایستادن، به جنگ داخل شدن، نپذیرفتن. الله متعال هم طرف مؤمنین رو میگیره و از اونها پیوسته دفاع میکند. چگونه دفاع میکنه الله متعال؟ الله متعال میتونه که اگر بخواد خودش تمام مشرکین رو، کفار رو، خوان کفور رو از بین ببره بدون اینکه اصلا نیازی ما باشه. اما سنت الله تعالی اینطور نیست. الله متعال مسلمان ضعیف و بی بخار نمیخواد. الله متعال نمیخواد مؤمنین یک جایی بشینن فقط دست بلند کنن و دعا بکنن، هیچ کاری نکنن. باید حرکت کنن. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، آیا مردم گمان میکنن همین که گفتن ایمان آوردیم رها میشن به حال خود و آزمایش نمیشوند؟ فلا یعلمن الله ولقد فتنا الذین من قبلهم، قبل از این مؤمنین کسانی بودند که مورد ابتلا و آزمایش قرار گرفتن. ایمان اقتضایی داره. وقتی کسی میگه من مؤمنم باید ثابت کنه که مؤمنه، باید عمل کنه. ایمان تنها ادعا نیست بلکه عمل هم هست. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان و عمل پیوسته با همن، دو بالین که انسان مونها پرواز میکنه به سمت الله تعالی.
ایمان و عمل. فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. تو الله متعال مؤمنین و حقیقت صادقان رو از دروغگویان در ایمان مشخص کنه. اینها رو الله متعال دفاع میکنه، اما برای اونها سنتی گذاشته، باید حرکت بکنن، باید دستورات الله متعال رو انجام بدن. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل. در آیه 60 سوره انفال دستور میده تا آمادگی بگیرن، لشکر آماده بکنن، قوت آماده بکنن، نیرو آماده بکنن، سلاح به دست بگیرن، سلاح آماده بکنن. ترهبون به عدو الله، دشمنان الله متعال رو بترسونن. و عدوکم، و دشمنان خودشون رو. و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، و کسانی رو که نمیشناسن از دشمنانی که در آینده خواهند داشت. الله متعال میخواد تا دفاع میکنه از مؤمنین. مؤمنین باید خودشون حرکت کنن، سلاح به دست بگیرن، در میدان بیان. قاتلوهم، با اونها بجنگن. در آیه 14 سوره توبه یعذبهم الله بایدیکم، الله تعالی اونها رو عذاب میکنه، مشرکین رو، کفار رو، دشمنان مؤمنین رو. به ایدیکم، با دست خودتون. قاتلوهم یعذبهم الله به ایدیکم، الله متعال میخواد تا به دست مؤمنین اونها رو عذاب بکنه. و یخزهم، با اونها رو خوار بکنه. و ینصرکم علیهم، و شما رو بر اونها پیروز بکنه. و یشفی صدور قوم مؤمنین، و دلهای مؤمنان رو شفا بده. الله متعال یاری میکنه. با این شروط اگر بود، اون موقع الله متعال میفرسته لشکریانی جنودا لم تروها، ملائکه خود رو هم میفرسته برای دفاع. اون موقع الله متعال دفاع میکنه از مؤمنین، از مسلمین. اذن للذین یقاتلون، اجازه داده شده است، اذن داده شده برای کسانی که می جنگن، با اونها مبارزه می شود. یقاتلون یعنی کسانی که مورد هجوم قرار می گیرن. یقاتلون اگه بود یعنی کسانی که حمله می کنن. یقاتلون کسانی که مورد هجوم قرار می گیرن. تا نزول این آیه، تا لحظه نازل شدن این آیه، مؤمنان در صدر اسلام اجازه جهاد با سلاح و شمشیر رو نداشتن، بر اساس حکمت هایی که در ابتدای دعوت اقتضا می کرد. بعد از این آیه قتال معروف است. اجازه جهاد داده شد تا دفاع بکنن. یقاتلون، حمله میشه، از خودت دفاع بکن. اذن للذین یقاتلون، به اینها اجازه داده شده تا دفاع بکنن از خودشون، شمشیر به دست بگیرن. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، هر کسی که بر شما تعدی کرد، به مثل تعدی او پاسخ بدید، شمشیر رو با شمشیر جواب بدید. اما وقاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، در راه الله متعال فقط با کسانی می جنگید که با شما می جنگن. ولا تعتدوا، از راه به در نمیرید. کسانی که با شما نمی جنگن، کودکان، کهنسالان، کسانی که در میدان جنگ نیستن، حق ندارید دست دراز بکنید. ان الله لا یحب المعتدین، الله متعال معتدین رو، کسانی که از حد میگذرن رو دوست ندارد. با این وجود اجازه دفاع داده شده است، اجازه جهاد داده شده است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا، چرا که اینها مورد ظلم قرار گرفتن، باید از خود دفاع کنن. مسلمان نباید ظالم باشه، همان گونه‌ای که نباید ظالم باشه، نباید مظلوم تو سری خور باشه. و ان الله علی نصرهم لقدیر، الله متعال بر نصر و یاری آنها قادر است. الله متعال میتواند مؤمنان رو یاری بکنه. سوال، الله متعال فرمود یدافع عن الذین آمنوا، دفاع میکنه از مؤمنین. و فرمود ان الله علی نصرهم لقدیر، الله متعال بر نصر و یاری آنها قادر است. پس چرا این وعده رو ما نمیبینیم؟ مسلمانانی که ظلم میشوند، کشته میشوند، شاید کسی این سوال به ذهنش بیاد، این وعده چرا محقق نشده است؟ ان وعد الله حق، وعده الله متعال بر حق است. امکان نداره وعده الله متعال دو بشه. پس مشکل در اون صفاتی است که الله متعال در این آیه ذکر کرده که من اینها رو یاری میکنم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردند، حق ایمان رو و دستورات الله متعال رو انجام دادند، آمادگی برای جهاد گرفتند، در میدان جهاد رفتند و
مردانه جنگیدن، الله تعالی مؤمنان رو نصرت میکنه وقتی مؤمنند. اگه جایی احساس میشه که نصرتی نیست، مشکل در ایمان ماست. چگونه ما ادعای نصرت داشته باشیم و انتظار داشته باشیم ملائکه‌ای که در بدر و حنین نازل شدن بیان برای نصرت ما نازل بشن و نماز ما ترک است و قضاست و روزه نمیگیریم و زکات مال خود رو پرداخت نمی کنیم و دختر ما اصلا چیزی به اسم حجاب در زندگی خود نداشته و ندارد و نمیدانه که حجاب چیست و مشروبات الکلی به خروار در کشورهای ما داره فروخته میشه و فسق و فجور همه جا رو گرفته و مطعمه حرام و مشربه حرام و ملبسه حرام، غذایی که میخوره حرام، نوشیدنیش حرام، لباسی که میپوشه از راه حرام به دست آورده و غذی بالحرام و با غذای حرام این بچه، این انسان مسلمان زاده بزرگ شده، چون باباش معامله حرام داشت، معامله ربوی داشت، دزدی کرد، خیانت کرد، صادق نبوده در تجارتش. فأنا یستجاب له، رسول الله فرمود چطور امکان داره دعای این انسان قبول بشه؟ غذای حرام، نوشیدنی حرام، لباس حرام، تغذیه شده با حرام. در زندگی از ایمان وقتی که میبینیم، از نماز، از روزه، از زکات، از شعائر الله متعال چیزی نیست. بعد انتظار داشته باشیم که به داد ما جبرائیل و میکائیل علیهم السلام هم برسن، بعد بگیم چون الله متعال ما رو یاری نمیکنه؟ امر معروف نیست، نهی از منکر نیست، روز به روز داره بدتر و بدتر میشه وضع ما و بعد انتظار داشته باشیم که مثل اصحاب بدر یاری بشیم، 3000 ملک به فریاد ما برسن. ان الله علی نصرهم لقدیر، الله متعال میتوانه، اما از ما میخواد که حرکت بکنیم، خودمون اصلاح بکنیم، ایمانمون رو عوض بکنیم. اگر در زندگی مشکلات ما حل نمیشه، مشکل در ایمان ماست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، این وعده الله تعالی است، امکان نداره کسی شک بکنه در این. الله متعال یاری میکنه به شرطی که ما در مسیر باشیم. و ان الله علی نصرهم لقدیر، الله متعال بر یاری آنها قادر است. الذین اخرجوا من دیارهم، کسانی که بیرون شدن، اخراج شدن از سرزمین خود به غیر حق، به ناحق. ظالمان آمدن و آنها را از سرزمین و خانه و کاشانهشان بیرون کردن، سرزمین های اونها را اشغال کردن. جرمشون چه بوده است؟ الا هیچ جرمی نداشتن مگر اینکه گفتن یقول ربنا الله، ما رب ما الله است، ما موحدیم، میخوایم الله را بپرستیم. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر نبود دفاع الله متعال به طریقه مردم، از طرف مردم، اگر الله متعال دفع نمی کرد مردم رو، بعضیاشون رو با بعضی دیگر، و هم ببعض، اگر عده‌ای از بندگان الله متعال در برابر این ظالمان و فاسقان نمی ایستادند و جهاد و دفاع نمی کردند، لهدمت، هدم می شد، فرو می ریخت و از بین می رفت. صوامع، جمع صومعه است، عبادتگاه. و بیع، کلیساها. و صلوات، معابد یهودیان، جمع صلوقاست، جمع صلاست که معرب صلوقاست، کلمه عبریست، یعنی عبادتگاه یهودیان. و مساجد، و مسجدها. اگر در طول تاریخ انسانهایی برای دفاع از اماکنی که در آن عبادت الله صورت می گرفت بلند نمی شدند و در مقابل ظالمین ایستادگی نمی کردند، نه عبادتگاهی بود، نه کلیسایی بود، نه کنشتی بود، نه دیری می ماند و نه مسجدی. آن مساجدی که یذکر فیها اسم الله کثیرا، که عبادتگاه هایی که در آن نام الله متعال بسیار گرفته می شد. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، این خیلی مهم است. الله متعال کسی رو یاری می کند. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ،
و یقینا لام تاکید در ابتدا، لا نون مشدد ینصرن نه دلالت بر تاکید داره. 2 تا تاکید خود نون تشدید داره. یک لام داریم که تاکید است. 3 تا تاکید یعنی قسم، لام قسم هم هست. ولا ینصرن الله و قسم به ذات الله و یقینا و حتما که الله متعال یاری می کند چه کسانی رو؟ من ینصره، کسانی که او را یاری کنند. الله که نیاز به یاری نداره. مراد از یاری الله متعال یاری دین الله تعالی است. الله متعال میفهمد من کسانی رو یاری خواهم کرد یقینا و قسم به ذات الله تعالی که یاری میکنم کسی که دین من رو یاری کنه، خودش پایبند باشه به دین، پایبند باشه به دین و در مسیر دین کمک بکنه، امر معروف بکنه، نهی از منکر بکنه و فکر دین باشه. کسی که دین بخواد، کسی که بخواد دین بیاد در زندگیش، کسی که دین رو یاری کنه، نصرت کنه، کسی که دل بسوزونه برای دین، الله متعال او رو یاری میکنه. امکان نداره الله متعال کسی که در مسیر او برای دین او قدم برمیداره او رو یاری نکنه. امکان نداره که الله متعال دفاع نکنه از کسانی که ایمان آوردن در میدان جنگ با کفار. اگر جنگ ها طولانی میشه، اگر دفاع نمیکنه الله متعال، حتما مشکلی وجود داره اینجا. حتما در این نصرت دین یک مشکلی وجود دارد. ان الله لقوی عزیز، الله متعال قوی و عزیز است. الله متعال اگر بخواد ولا ینصرن الله من ینصره ان الله لقوی، الله تعالی قوی است، هیچ کسی نمیتونه الله تعالی رو شکست بده. عزیزه و همیشه چیره است و غالبه. چرا نصرت نمیشن ادعی؟ الله متعال کسانی رو نصرت میکنه که در راه الله تعالی در دینش رو نصرت بکنن. صفات اینها چی است؟ بهتر بشناسیم کسانی رو که منصورن، الله تعالی اینها رو یاری میکنه حتما، تا مثل اینها بشیم و از این مشکلات نجات پیدا کنیم. از این جنگ های بین حق و باطل امکان نداره نبرد بین حق و باطل زیاد طول بکشه، چون طرف حق رو الله متعال داره. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. وقتی الله طرف حق است چرا باید جنگ بین حق و باطل طول بکشه؟ اصلا باطل محکوم به شکست است. این باطل و باطل وقتی با هم میان طولانی میشه حکایت. اگر نبردها طولانی میشه حتما طرف حق یک مشکلی در او وجود دارد که اینو باید اصلاح کنه. این صفات نصرت رو باید در وجود خودش بیاره. این صفات رو الله متعال برای ما ذکر میکنه. ولا ینصرن الله من ینصره، الله کسانی رو نصرت میکنه که دینش رو نصرت کنن. اینها چه کسانی هستن؟ الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، کسانی که وقتی قدرت پیدا کنن در زمین، مکناهم تمکین بدن به اونها در روی زمین، کسانی که نیتشون اینه که وقتی به قدرت برسن، وقتی که قدرت پیدا کنن، تمکین پیدا کنن روی زمین، سلطه پیدا کنن، اقاموا الصلاة، نماز برپا می‌دارند. و آتوا الزکات، و زکات پرداخت میکنن. و امروا بالمعروف، امر به معروف میکنن. و نهوا عن المنکر، و نهی از منکر میکنند. ولله عاقبة الامور، و بازگشت همه امور به سوی الله تعالی است. 4 صفت بسیار مهم است. 4 صفت که هر جا مجاهدینی در صف جهاد، هر جا کسانی که با باطل می جنگن، این 4 صفت در وجود اونها بود. ولا ینصرن الله من ینصره، اینها رو الله تعالی نصرت میکنه. الذین، کسانی که وقتی که به قدرت برسن نماز هم اول اونهاست. نماز، این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، به فکر نمازند، مساجد رو آباد میکنن، نمازها رو برپا میدارن. چطور امکان داره مساجد ما خالی از جمعیت باشه و ما نصرت بشیم؟ چطور امکان داره کسانی که مردم رو از مسجد منع میکنن اینها نصرت بشن؟ ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، و زکات میپردازن. و امروا بالمعروف، امر به معروف میکنن، به نیکی ها دعوت میدن مردم رو. و نهوا عن المنکر، جلوی منکرات رو میگیرن، نمیگذارن که منکر ایجاد بشه.
کسانی که نیت اونها این است که یک فضای ایجاد بشه که مؤمنان و مسلمانان عبادت بکنن، نماز بخوانند، به راحتی زکات پرداخت کنن، آبادانی باشه، مردم زکات پرداخت کنن. نیت اونها دین است. نیتشون این نیست که من پیروز بشم، من به سلطه برسم، من به قدرت برسم، من به حکومت برسم، حزب من بیاد، قوم من بیاد، طایفه من بیاد، سیاستمدارایی که با من هستن پیروز بشم، من وزیر بشم، من معاون بشم، من ثروتم رو از دست ندم، ولایت رو از من نگیرن، حکومت رو از من نگیرن، ریاست رو از من نگیرن. این نیست هدفشون. ولا ینصرن الله من ینصره. الله تعالی کسانی که دین او رو نصرت کنن یاری میکنه. اینها کیا هستن؟ ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. غم اول و آخرشون نماز است، زکات است، یعنی دین. اینها مهمترین ارکان دینن. امر به معروف، امر به معروف، نمیگذارن که معروفی نادیده گرفته بشه. و نهوا عن المنکر، نهی از منکر میکنن، نمیگذارن که فساد ایجاد بشه. اجازه نمیدن که رسانه‌های مبتذل ایجاد بشه. اجازه نمیدن که فسق و فجور نشر پیدا بکنه، شراب و مواد مخدر انتشار پیدا بکنه. جلوگیری میکنن از منکرات. نمیخوان بی‌حجابی ایجاد بشه، نمیخوان بی‌بندوباری ایجاد بشه. تلاش میکنن، هدفشون اینه که در امت اصلاح بیارن، در امت یک روح تازه بدمن. اینها رو الله تعالی یاری میکنه. هر کسی در میدان نبرد حق و باطل با این نیت، با این هدف میاد تا دین الله متعال عزت پیدا بکنه، تا دین الله متعال جاری و ساری باشه، نصرت میشه. ولا ینصرن الله من ینصره. اما هر کسی که میاد به خاطر اینکه قدرت پیدا بکنه، به کرسی و مقامی برسه، به نوایی برسه، چطور امکان داره الله تعالی رو نصرت بکنه؟ چه فرقی بین این است و بین اونی که روبروش است؟ چه ویژگی این آدم داره که باید نصرتش بکنه الله تعالی؟ برای چی نصرتش بکنه؟ دین الله تعالی رو یاری میکنه. اگر این کارو میکنه خالصانه، الله تعالی نصرتش میکنه. وقتی نمیخواد دین الله متعال رو نصرت بکنه، وقتی اصلا نمیخواد در آینده اون جایی که داره مبارزه میکنه دین باشه، چرا نصرتش بکنه الله تعالی؟ تا بیاد فساد بکنه؟ چه فرقی بین این و اون است؟ جفتشون مثل همن. دفاع میکنه الله متعال از مؤمنین، از کسانی که دین او رو یاری کنند، از کسانی که مؤمن باشند، به دین پایبند باشند، یاد الله باشند، نماز بخوانند، زکات پرداخت کنند، امر معروف داشته باشند، نهی از منکر داشته باشند، خودشون رو اول اصلاح کنند، خودشون اصلاح بشن، تعدی نکنن، تابع قرآن باشن در احکام مبارزه و جهاد، گناه نکنن، فساد نکنن، اون موقع نصرت میشن. اون موقع الله متعال ملائکه خود رو هم برای اونها خواهد فرستاد، مانند اصحاب بدر و حنین. امیدواریم که الله متعال ما و شما رو همه رو از جمله این افراد بگرداند که دین الله متعال رو نصرت کنیم. بهترین راه برای به دست آوردن یاری الله متعال یاری کردن دین الله تعالی است. هر چقدر دین الله متعال رو یاری کنیم و نصرت کنیم و نشر کنیم و پخش کنیم، به همین اندازه نصرت الله متعال رو همراه خود خواهیم داشت. تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه خودتون بودید. تلاوت اون چند آیه رو هم خواهیم شنید و بعد از اون هم به شما از الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا بالقرآن نحيا